من خیلی دوست داشتم ایران بمونم. واقعا من دیگه راهی نداشتم، یعنی اومدم که سروایو کنم، اومدم که زنده بمونم. فکر کن مثلا تو مهاجرت کردی از اون دنیای قهرمانی که همه توی ایران دارن تو رو ستایشت میکنن، شرایط خوبه، همه چی قشنگه، یهو اومدی دبی، اولین آدمایی که میشینن جلوت میگن کی هستی؟ قهرمان بودی، برای خودت بودی، تو کشور خودت بودی، اینجا تو هیچکی نیستی یا. و خیلی روزای سختی بود امیر حسین، خیلی سخت بود. غرورت نمیشکست، خورد نمیشد، نابود میشد اینجا. یعنی من یکم رفتم زیر زمین، از زیر زمین دوباره اون بذرهای خودم رو پیدا کردم، اون ته مونده ها و خاکسترها رو دوباره آبیاری کردم،